اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. عرض ادب احترام خدمت شما. به مناسبت این شب یکم میخوام راجع به حضرت ام المؤمنین سلام الله علیها شخصیت خودشون صحبت بکنم. اولا که همونطور که میدونین اسم مبارک ایشون فاطمه است. فاطمه بنت عزام از بنی کلاب. مادرشون ثمامه یا لیلا دختر سهیل ابن عامر ابن جعفر ابن کلاب. مادرش هم یه بانوی ادیب بود، یعنی شاعره بود، عاقل بود، آداب عرب رو میدونست و کامل زنی بود. خودشون یعنی همین حضام که پدرشون باشه جور دیگه هم تلفظ کردن. او فرزند خالد، او فرزند ربیعه، او فرزند وحید، او فرزند کعب، که اینجا او فرزند بنی عامر می شدن. خاندانشون هم که بنی عامر ابن سعسعه بودن به شجاعت و عظمت در حسب و نسب و مهمون نوازی مشهور بودن. بادیه نشین بودن اینا دیگه. تو کتب تاریخی و رجال اومده که از سمت پدری که عرض کردم و جد دوم از سمت مادرش ابو براء عامر ابن مالک ابن جعفر ابن کلاب کسی بود که بهش میگفتن ملاعب الحسن، یعنی کسی که نیزه رو به بازی میگرفت. بازیدن انقدر ماهر بود در نبرد، گفتن کسی که نیزه ها رو به بازی میگیره. واقعا شجاع بودن، تو جنگا معروف بودن اینا. همزمان جالبه، حالا مثلا یه قبیله عشیره شجاعت داره اما چیز دیگه کار نداره، در ادب و علمم معروف بودن. این که گفته میشه شمر از نسبتی داره، میدونم عراجیف میگن بعضی موقع که مثلا دایی حضرت عباس بود، استغفرالله. صرفا از بنی کلاب بودن. یعنی چی؟ یعنی حضرت فاطمه ام البنین، ببینید، دختر حزام، پسر خالد، پسر ربیعه، پسر وحید، پسر کعب، کعب پسر کلاب، ببین شیشمی، شمر ابن زلجوشن ابن اعور ابن زباب ابن کلاب. پدر بزرگ ایشون میشده، یک نفر بوده. اینه که مثلا ما بگیم فلانی مثلا اهل فلان محله، تو که بچه محلمونی، در این حد. هرچند پیونده عشیری خب بیشتر انصافا. گفت بنی کلاب به اینا میگفتن. یکی از جالبترین و جذابترین شاید بگیم قصه های مربوط به ازدواج، این ازدواج امیرالمومنین از این حیثه که نکاتی داره که من فکر می‌کنم خیلی ساده ازش گذشتیم. شنیدید که امیرالمومنین به عقیل برادرش که علم نسب شناسی داشت گفت برای من برو زنی بگیر که چند تا ویژگی‌ها رو معرفی کرد. گفت میخوام یه زنی شجاعی برای من بگیری که یه فرزند فارس، یعنی سوارکار، قهرمان معنی میده، یا فارس الحجاز، پهلوان، برای من بیاره. و عقیلم گفت بعد از بررسی گفت بهترین کس فلانی است. حالا اینی که دارم میگم تو عمدة الطالب فی انساب علی آل ابی طالب اومده. نقل دیگه چیز دیگه جالبه. گفت به دنبال زنی باش که پدرانش از شجاعان عرب باشند تا از او صاحب فرزندی شجاع و قهرمان شوم. این که تو مثل قبلی بود تو اینجاش، اما اینجاش فرق میکنه که عونا لاخیه الحسین، میخوام یاور برادر حسین باشه. به این دقت کنی، این نشون میده که یک خبری از آینده هست. نمیگه یاور برادرش حسن باشد، یه سال فاصله سنشون، یک دو سال، امام حسن و حسین. چرا میگه؟ یک دستوره که عقیل برون زنی که وعده داده شده قرار عباس به دنیا بیاره برای منو برو بگرد پیدا کن. اینجوری بگیم درست تره.
برو بگرد رو پیداش کن، چون او یک نقش کلیدی خواهد داشت در ماجرای تف، یعنی کربلا. یعنی این نه تنها یک بحث عشیره قبیله‌ای بوده باشه که آقا خب در عشیره‌ای هست خود بنی هاشم شجاع‌تر. اگه صرفاً حضرت دنبال شجاعت بود بنی هاشم بگیرید. نه، یک زنی است که بعد داشت ایشون بین سال 5 تا 9 هجری قمری میگم به دنیا آمده، که من نقل 5 خودم درست‌تر میدونم، چون حضرت حلیمه دایه پیامبر 8 قمری از رحمت خدا رفت، قبل فتح مکه است. و میدونید که دایه‌ای که حضرت ام البنین رو به دنیا آورد کیه؟ حلیمه است. یه برنامه ریزی الهی، چون کربلای قرار است باشد که یه ذبیحی دارد خدا. تو ارمیای نبی، کتاب ارمیای نبی، کتاب جهودا یهودی همین الان هست که خدا در کنار فرات ذبحی دارد. یک کسایی قرار یک برنامه عجیب غریبی رو پیش ببرن. اون کسایی که این برنامه الهی رو، این سناریوی خدا رو میخوان روی سن بیارن، مثل تئاتری بگیم مثلا یه بازیگرای درجه یکی داره، امیرالمومنین میگه بعد عقیل برو او رو پیدا کن. پدر حضرت ام البنین قبل همین خواستگاری خواب دید، توی سرزمین سرسبزی نشسته و از دستاش داره مروارید میریزه. اومد پیش یه کسی که علم تعبیر میدونست، اونو تعبیر کنه. گفت چی خواب دیدی؟ گفتش که من خواب دیدم، تو خواب دیدم که دستم داره دور میریزه و تو خواب رفتم پیش کسی قیمت این دورا رو پرسیدم. میگه من به من گفت این قیمت این دورا چقدر؟ گفتم من قیمتشو نمیدونم. مرد گفت این یه هدیه است از جانب یکی از بزرگان و پادشاهان که من تضمین میکنم این مروارید و در تو شرافت و سیادت ابدی داشته باشه. وقتی رفت از این معبر پرسید، او هم برگشت گفتش که دختر تو خدا بدید به واسطه نسلی به تو میده که این در و گوهر از او میریزه. خود حضرت ام البنین رویا رو جورای دیگه هم گفتن، کلیتش همینه. حالا بعضی میگن این خواب رو قبلا در مورد خود حضرت ام البنین دید، بعضی میگن نه بر ازدواجه دید. حالا شب قبل از خواستگاری دقیقاً میگه حضرت ام البنین، میگه من نشستم، مادرم داشت مامو شونه میکرد، که رویای خودش رو تعریف میکنه. میگه خواب دیدم توی باغ سرسبزی نشستم، یه ماه از آسمان آمد به دامن من قرار گرفت. ماه تو آسمان اومد دورو، یه نور خیره کننده داشت. من همینجوری مبهوت او بودم، 3 تا ستاره دیگه هم افتاد کنارش، که بعدن فهمیدن مراد از ماه حضرت عباسه و مراد از 3 ستاره 3 فرزند دیگر است، 4 پسری که حضرت داشت. بشراک فاطمه تو به سادت الغرور 3 انجم و ظاهر القمر، 3 تا ستاره و این قمر درخشان ظاهر. ابوهم سید فی الخلق قاطبه، پدرشون بزرگ کل خلقه. بعد الرسول کذا قد جاء فی الخبر، بعد از پیامبر همانطور که در اخبار آمده است. مادر ایشون اینطور تعبیر کرد، اینکه میگن زن ادیبی بوده، معلومه چرا سلف مادر بودن میشه تعبیر درست آدم خواب انجام بده. گفت تو به زودی با مرد جلیل القدری ازدواج میکنی که مورد اطاعت امت خودشه و از او صاحب 4 فرزند خواهی شد که اولین اونها مثل ماه میدرخشه و 3 تا دیگه مثل ستاره. این نشون میگه این ازدواج یه ازدواج آسمانیه یا ازدواج وعده داده شده است. حالا فرداش شد، وقتی عقیل پیام امام و رسول، پدر حضرت ام البنین شگفت زده شد
و به دلیل این تفاوت فرهنگی که داشتن اینا باده‌نشین بودن نه شهرنشین بودن. یه درخواست مهلت کرد. گفت بذار من با همسر و دخترم صحبت کنم. اصلا اونا تعجب کرده بودن. ما تو بادیه، شما چجوری از دختر ما خبر دارید؟ برای میگم این یک چیز عادی نیست که شما فکر کنی که مثلا از خاندان شما یه دختر میخوایم، حالا هر کی بود. این نیست. این مشخصه که یک وعده الهی در پیش است. امیرالمومنین یکی از نزدیکان خودش رو مأمور میکند که این کار انجام. مثل چی؟ مثل به دنیا آمدن امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف که فردی باید برود در بازار، اون اتفاقات میافتد، همه چی برنامه‌ریزی شده است. میدونسته چند سکه باید پول بده، میدونسته کجا باید باشه، میدونسته مکان و زمان و همه چی رو امام حسن عسکری فرموده بود. وقتی هضام رفت پیش همسرش و دخترش ماجرا رو نقل کرد، اینا خواب شب رو تعریف کردن. دیشب ما همچین خوابی دیدیم. بعد یه والده حضرت ام البنین جناب سمامه نقل کرد، به خدا سوگند من او را خوب تربیت کردم، از خدای متعال و قدیر خواستارم که او سعادتمند شود، صالح باشد برای خدمت به مولایمان علی ابن ابی طالب. در نهایت عقیل با اذنی که داشت و امیرالمومنین بهش داده بود، با مهریه 500 درهم، همون که سنت رسول الله، این عقد رو در واقع جاری کرد. این ماجرای ماه که این قمر بودن حضرت عباس از کودکی به ایشون، از قبل به دنیا آمدنش ایشون اطلاق میشده. وقتی ابا عبدالله حضرت عباس در کربلا مورد خطاب قرار میده، میفهمد ایها قمرا منیرا کنت عونی علی کل النوائب فی المضیق. ای ماه درخشان من، تو یار و یاور من بودی هر جا خیلی کار سخت میشد، تو همه این سختی ها تو کنار من بودی. ویژگی های زیادی در مورد حضرت ام البنین نقل شده. یک کمال روحی و معنوی عجیب غریب. من خواهش میکنم یه خورده واقع بینانه بریم بررسی کنیم. یک ادب عجیب غریب و یک تولای خاص. اوج ادب ایشون زمانی که میبینید وارد خانه امیرالمومنین که میشه، همون ابتدا درخواست کرد که از نام فاطمه بر من استفاده نکن. هر بار شما میگی فاطمه، این بچه ها میریزن به هم، یاد مادرشون میفتن. امیرالمومنین این کنیه رو ظاهرا بهشون میده، ام که اینو پیشگوییه. ام البنین یعنی چی؟ یعنی مادر پسران. ام البنین شد. نه که چون بعدن ام البنین شد این کنیه گرفته چی شد؟ دو درخواست کنیزی کرد از امیرالمومنین. گفت میشه من همسر شما، اما میشه من کنیز این خونه باشم؟ من بگید خدمتگزار این بچه هم، اینجوری بگید خادمه این خونم. او خوب فهمیده بود و میدانست که یک امانت بزرگی رو باید کی رسیدگی به فرزندان فاطمه سلام الله علیها. نقل شده در تاریخ که مقدم می‌داشت بر فرزندان خودش، غذایی می‌خواست بکشه، هر چیزی، و بچه‌هاش اینجوری بار آورد. آقا ساده نگذرید 10 تا بچه پیغمبر از پدر یکی، مثل کی؟ همین حضرت عباس موسی، همینطوری دیگه. برادر دیگه‌شون می‌ندازن تو چاه. ببین چجوری باید بچه بزرگ کنی. ببین چجوری بزرگ کرده بود این فرزندانشو که اینا مسابقه میدادن برای پیش از امام میدان رفتن. حضرت عباس برادراشو جمع می‌کنه، میگه فکر نکنید ما برادرای اویم، او فرزند فاطمه است. فهم این و پذیرش این سخته ها. حسادت
از آنچه در آینه میبینید به شما نزدیکتر است. بیخ گوشمونه. خدا برای چی مثال یوسف و برادرشو میزنه؟ برای چی میگه حسادت اثر داره؟ برای چی میگه پناه ببر به خدا من شر حاسد اذا حسد؟ باید پناه برد به خدا چون اثر داره. اما اینجا اصلا وجود نداره حسادته. نه، هم خودشو وقف اهل بیت کرد، هم فرزندانش اینجوری بار آورد. آقا پسر امیرالمومنین بود. بابا امیرالمومنین پسران دیگه هم داشته. مثلا محمد حنفی وقتی میگه برو بجنگ انقلت میاره دیگه، میگه شامش من باید برم. چرا من میدی آقا بابا جون، چرا من میدی دمپر شمشیر؟ چرا حسنین رو نمیفرستی؟ حضرت فرمان باید از جان اینا حفاظت کنم، زمینی باید از جان اینا حفاظت بکنم. عجیب نقل کردن که وقتی حسنین علیهم السلام مریض می شدن چطور بالا سر اینا میشست، مادری میکرد براشون. و موقع خداحافظی هم همینه دیگه، از مدینه که دارن خداحافظی میکنن هم حضرت زینب هم امام حسین مادر خطابش میکنن، میگن مادر جان اجازه میده ما بریم سفر رو شروع کنیم. و میدونست چه خبره. اون منای اهل بیته. چرا میگید این یک سرنوشت محتوم وعده داده شده است؟ قرینه داریم تو تاریخ، دور بر میگردیم پیداش میکنیم. یه روزی امیرالمومنین حضرت عباس رو صداش کرد، بچه بود، صداش کرد بوسیدش. بعد شروع کرد گریه کردن. گریه میکرد صورت و دستای حضرت عباس امیرالمومنین میبوسید. حضرت ام البنین با تعجب پرسید آقا جان برای چی گریه میکنی؟ چون با یه حزن امیرالمومنین پاسخ داد که به این دو کف نگاه میکردم. گفت این دو تا دست دارم نگاه میکنم، اشکم سر و زیر میشه. به یادم آمد چه بر سرشان خواهد آمد. یه تأملی کرد، به مادر گفت همونجا که پیامبر به حضرت زهرا همون چه بر سر ما گفت هر دو قطع خواهند شد. ام البنین علیها السلام هراسان شد، پرسید چرا قطع میشن؟ چرا باید دست بچه اومد؟ پسر ارشدشون بود دیگه حضرت عباس. حضرت یه جمله گفت در راه یاری حسین. فکر میکنید چی کار کرد حضرت ام البنین؟ هراسان شده بود، آروم شد، خوشحال شد. گفت فرزندم شرافت ابدی پیدا میکند، همانند جعفر برادرت که دو دستش را داد و دو بال در بهشت گرفت. پا این منبر بزرگ شدن، در این دامان رشد یافتن. مادر 100 برابر ما مردا نقش دارن تو خونه. این همه مسئول، خادم، زحمتکش، بچه هاشون ببین چی شدن. خونه نبوده بنده خدا، همش این طرف مأموریت فلان. بعد ببین مادره کی بوده اینجوری بار آورد. ما منکرین نیستیم آقا پدر نقش، پدرم نقش، حرفای کلا صفر و صدی نزنید آقا. اما اونی که بچه رو میسازه از بچگی باشه مادره. برای همین وقتی داشت بچه هاشو راهی میکرد، اومده بود استقبال کاروان از مدینه، اول عثمان رو صدا کرد، پسر کوچیکش تحت قاریشو صدا کرد، بوسیدش، دونه دونه بهشون توصیه میکرد. عثمان امیرالمومنین گفت سمیته، اسمش گذاشتم به خاطر برادرم عثمان ابن مظعون. ما تقریبا 30-40 تا از صحابه اسمشون عثمان بوده. یکیشون عثمان ابن عفان خلیفه شد، خلیفه سوم. امیرالمومنین خودش صراحتا میگه من وقتی عثمان ابن مظعون پیامبر رو در قبر گذاشت، خیلی آدم ویژه‌ای بود. در بقیع هم دفنه. این قبری که در بقیع هست منسوبه به عثمان، این عثمان ابن مظعون، نه عثمان ابن عفان.
جالب این حالا مثلا وهابی‌ها که حالا چیز قبول ندارن اصلا زیارت و این چیزا رو قبول ندارن، علج شیعه‌ها میرن اونور. انقدر امیرالمومنین او رو دوست داشت به خاطر او اسم یکی از فرزندانشو عثمان گذاشت. هیئتیان به خدا بعضی از این هیئتیان یه قصه‌ای دارن، مثلا بنده خدا اصلا نمیدونن دلیل چی رو، چون اسمش عثمانه زیاد راجبش حرف نمیزنن. مثلا بعد بگی این که مثلا میگه نه هر کی مثلا اسم بچه‌ش گذاشته. الان چند تا محمد رضا داریم؟ کی اسمش اینجا محمد رضا؟ بابا شادوست بوده؟ این چه استدلالیه؟ چقدر احمقانه است. و اسم مرسوم اون زمان بوده. که واسه اسم هر کی بذاره رضا مثلا میگه طرفدار رضا شاه اله‌آباد. بعد بقیه هم صدا کرد. حالا عربیش کار ندارم، فارسی فرمود ای فرزندانم ای عزیزانم، چشم و قلب مولایم حسین و فرماندار او باشید. و من فقط به جای مادر فقط از شما همینو میخوایم. شما فدایان حسینید، از او دست نکشید و تا آخرین قطره خونتان از او حمایت کن. قطره خون چه خبره مگه؟ چی میخواد بشه مگه؟ حضرت ام البنین تو خونه امیرالمومنین بزرگ شده، میدونه تو ماجرا چه خبره. بعد حضرت عباس رو ویژه صداش کرد، جدا صداش کرد، گفت فرزندم عباس، تو کفیل زینبی، تو و برادرانت پشتیبان مولایمان حسین باشید، در مقابل او همچون سدی مستحکم بایستید. یعنی این که میگه که حضرت عباس میومد رکاب میشد برای حضرت زینب که پاشو بگذاره سوار اسب بشه، مأموریتی بود که کی بهش داده بود؟ حضرت ام البنین. تو ببین میخوام مثل پروانه دوره خانوم بچرخی، یه خواهر تو رها نکنی. در همین اون سختی غروب کربلا اینه که وقتی همه رو حضرت زینب سلام الله علیها سوار کرد، وقتی خودش رسید برگشت طبق عادت دنبال حضرت عباس میگشت. این یعنی یه معنویت قوی، یه ولایت مداری عمیق. تولا به معنی واقعی کلمه و الا کم نداشتیم. زن امام معصوم بوده، چه ها که نکرده. زن پیغمبر بوده، چه ها که نکرده. یه همچین زنی میتونه مادر ماه و 3 ستاره بشه. عباس، عبدالله، جعفر و عثمان به ترتیب. این 4 فرزند معروف بودن به لیوس العرین، یعنی شیرهای در کمینگاه. می جنگیدن. این 4 برادر معروف بودن در بین عرب به شجاعان عرب، شیران بیشه. حضرت عباس اینا رو جمع کرد، گفت قبل من به میدان برید. چرا؟ گفت مولای من امروز داغ برادر میبینه، میخوام تو داغ برادر دیدنم شریک مصیبتش بشم. شما برادرامید، دوستتون دارم، دوستم دارید، دوستتون دارم، جلو چشم میخوام بغلطید تو خونتون، چون او غلطیدن ما رو در خونش ما خواهد دید. ببین اصلا تو یه لول دیگه اینا تربیت شدن، بر ما قابل درک نیست. حضرت عباس که جایگاهش، شما زیارتنامه‌ای که امام صادق علیه السلام، هر زیارتنامه‌ای که زیارت معصوره که نمیشه، امام معصوم براشون جملاتو گفته.
بعضی زیارتنامه دید برای همه امامزاده ها شبیه همه. آره یا ابن رسول الله اینا. نه یکی از ویژه است. ببین چی میگه حضرت امام صادق. من جدا سخنرانی کردم این سالا پیش. میگه بدریون به حال تو غبطه میخورن. رفع الله ذکرک فی. میگه بین بدریون شهدای بدر میگه شهدا شاخص کلن دیگه. خدا میخواد مثال بزنه میگن شهید بدر. خیلی ویژه بودن این شهدا. میگه ذکر تو بین بدری ها میدرخشد. لعن الله من جهل حقک. لعنت بر هر کسی که توی عباس را نشناسد. یعنی امام صادق میفهمه شناخت حضرت عباس فرض است. این جایگاه حضرت عباس. کانی عمی العباس نافذ البصیره. عجب بصیرتی داشت عموی ما حضرت عباس. صلب الایمان. خود ایمان، ته ایمان بود. ایمان محکمی داشت. یعنی جاهد مع ابی عبدالله و ابلا بلوان حسن و مضا شهید. عجب دوچار بلا شد با امام حسین. این دوچار بلا شد میگم حضرت عباس تو بلاها خودش شریک امام حسین میگه. برادر مولا میخواد داغ برادر ببینه، داغ برادر ببینه. میگه نقل میگه سرش رو پای امام حسین میذاش پایین. گفت چرا؟ گفت آقا کسی نیست سر شما رو به پا بگیره. بدم همینم میخوام شبیه باشم. آقا این همه شهدای کربلا چرا حضرت عباس داره میدخشه؟ بابا این بارها عرض کردم خیلی آدما تو کربلا دفنن. اصلا شما میرید زیارت حسین متوجه نمیشید برمیگردید. که این بندگان خدا هر جای دیگه بودن الان پروبیایی داشتن. چرا؟ چون خورشید که بیاد دیگه ستاره ها دیده نمیشن. خیلی باید جایگاه بالایی داشته باشی. کنار حرم حسین این طرف دیده بشی. خیلی باید جایگاه داشته. بعد این آدم میگه همچین موضوع که نقش کلیدی تو ماجرای کربلا داره. استاد درس امام شناسیه و ولایت مداریه. یکی از این آقایان رفته بود یه مزخرفی گفته بود یه روز بالا منبر، گفته بود که حضرت عباس شجاع بود فلان بود بهمان بود اما ما هم فقیهیم. ساده همینجور به خود جرأت بدم شرف بزنیم بعد ببینیم فازش چیه اصلا. مثلا بالاخره ما هم درس و حوزه خوندم و منم فقیه هم عوضش. شب حضرت عباس تو خواب دیده بود. گفت من پا منبر علی بزرگ شدم، پا منبر امام حسن بزرگ شدم، پا منبر امام حسین بزرگ شدم. همه معصوم دیدم. تو راجع به فقاهت داری حرف میزنی پیش من. بعد اون عالم من خواب بیدار شد اومد رفت بالا منبر شروع که گریه کردن. اشتباه کردم، غلط کردم. معلومه وقتی امام حسین باشه صدایی از حضرت عباس نمیشنوید. کمان که تا موقعی که پیامبر بود از امیرالمومنین صدایی نمیشنیدید. فقط رزماوریشو میدید. چرا؟ چون من باید شمشیر بکشم، پیامبر که نه. اصلا امیرالمومنین عمده این فرمایشات عجیب غریبش که نهج البلاغه است جمع آوری شده مال کیه؟ تقریبا همش مال بعد از پیامبر. اصلا آدم تعجب میکنه میگه تا زمانی پیامبر بود چرا میگه من باید حرف بزنم وقتی امامی دارم. خود ابا عبدالله مادامی که امام حسن زنده است. میبینید اوج وفا ایثار. من موضوع حضرت عباس نیست. حالا این چه اشاره کردم. میگه وقتی تو برخی از منابع اومده وقتی این یاد تشنگی امام حسین میافتاد این میگه این ماجرا آب و ریخت و میگفت فرمود یا نفس من بعد الحسین هونی. گفت این نفس بعد حسین تو دیگه تو چی میگی؟ خار باش. تو کی؟ تو چی؟ والله لا کان عطشی ولا العطش اخی الحسین و عیاله و اطفاله. به خدا خیلی عجب قسم هرگز این تشنگی من به تشنگی برادرم حسین و خانواده و کودکانش یکی نخواهد بود. ببین به خودش تذکر داره میگه مبادا تشنگی تو با تشنگی امام حسین که نه خانوادهش. بابا خودت تو خانواده امام حسینی.
یکی کنی ها به نفس خودش. مگه هر کسی بر چند نفر حضرت ابا عبدالله تو کربلا فرمود الان انکسر ظهری، الان کمرم دیگه شکست و قلت حیله، دیگه چاره ای ندارم. و شمت بی عدوی، دیگه دشمنم شاد شد، دیگه الان کاری نمیتونم بکنم. اوج معرفت و ادب حضرت ام المؤمنین بعد از واقعه کربلا نمایان میشه. وقتی بشیر شنیدید دیوارها خبر رو که آورد، اولین جمله‌ای که گفت، بشیر شروع کرد گفت 4 پسرت رفتن. فرمود اخبرنی عن امامی و مولای الحسین، از امامم و مولام حسین خبر بده. اصلا انگار نه انگار اون نشنیده. وقتی او گفت که ابا عبدالله هم به شهادت رسیده، فرمود قد قطع نیات قلبی، گفت رگ قلبم پاره شد. اولادی و من تحت الخضراء، پسرام، اولادم و هر آنچه زیر این آسمونه، کلهم فدا لابی عبدالله الحسین، همشون فدای حسین. آقا من تو راحت داریم حرف میزنیم. یه داغ آدمو پیر میکنه. خبر آوردن خدا ناراحت میشد، بر بچه های خودت هم اشک میریختی؟ ها چیزی میشد؟ اینا ادا نیست. او اینجوری زندگی کرده. امام میفهمه. واقع بین باشید. تو بچه رو بگی بغلت یه خورده اشتباه بچه رو بغل بگی، به مادرش چیکار میکن؟ باباشی تو هم دوستش داری، تو نگرانی، تو اصلا حمایت اصلی توئه، تو داری حمایت میکنی. نگران میشن، دست خودشون نیست. چیکار داری میکنی؟ حواست کجاست؟ ها اصلا بده بچه رو بغل من. ببینم امام حسین رفته بچه رو از مادر گرفته، من الان میبرم سیرابش میکنم برمیگردم. ببین چه میگذره اونجا بر مادر. چی شنیدید شما از حضرت رباب؟ 1 سال بیشتر دوام نیاورد بعد امام حسین. من بارها اینا گفتم، همیشه جاش بگم. ای کاش ما تو این شب‌های کربلا که شب‌های 10گانه‌ای که نسبت میدیم، هر شب میگن شب قاسم، اون شب کیه؟ حضرت علی اکبر شب. ای کاش یک شب میگذاشتیم برای حضرت رباب ویژه که توش یاد میگرفتیم، تو هیئت تربیت میشدیم که رابطه یه زن و شوهر چطوری باید باشه. بهانه‌ای بود اون شب برای این. مگه شب هور بهانه نیست واسه امثال من گناهکار؟ مگه یه درس نیست که هر لحظه تو هر حالتی بودی برگرد به سمت امام معصومت، ولو اگه صد راه ایشون شده بودی؟ همین کار کرده به هوردی که این راه به سمت معصوم همیشه بازه. این پیام شب هوره. یا بیایم رابطه ولایی حضرت زینب سلام الله علیها با امام حسین رو به رابطه خواهر برادری تقلیل بدیم، کمش بکنیم. رابطه ولایی حضرت عباس با امام حسین رو که برادر صدا نمی کرد، سیدی مولای. یه جوری بگیم که داداشش داشته حمایت می‌کرد. خب بابا کسی منکر این نیست، رابطه برادری که مهم محکم است، اما این نیست. بدون تو حادثه کربلا برادر اون سپاه، برادر این سپاه، پدر اون سپاه، پسر این سپاه. مسئله فراتر از این هاست. باید بچه کوچیک داشته باشی بفهمی حضرت رباب چی کار کرده. این نتیجه تربیت ولایه.
بعد مبادا بگیم برو یه زنی برای من بگیر که شجاع باشه، نمیدونم فلان باشه. اون نشان شده بود، عقیل امینی بود که باید میرفت این مأموریت رو انجام میداد. یک جریانی ایشون رو انداختیه. بعدن این مردم مدینه که بعدن تو واقعه هر قیام میکنه، فکر کنم به خاطر چیه؟ به خاطر اشکای حضرت ام البنینه با حضرت زینب. انقدر اینها گریستن که اینا عذاب وجدان گرفته بودن. حضرت زینب که ظاهرا تبعید میشه، اصلا دلیلی که ایشون در شامه، یکی از یا نقل دیگه در مصر، میگن بنی امیه‌شون تبعید کردن، گفتن اگه در مدینه بماند شورش میشه دیگه. دست پسر حضرت عباس ام البنین میگرفت، عبیدالله ابن عباس میگرفت، میرفت قبر اینجوری میکشید، دسترسی نداشت به قبر، با انگشت 4 تا قبر میکشید، شروع میکرد مرثیه سرای سیاسی، داشت داغون میکرد اینا رو. انقدر جایگاه ایشون بالاست که میدونید که ایشون جز کسانی است که او رو باب الحوائج میدونن. حضرت ام البنین سفرش مجربه. خیلی از علما نقل کردن که اصلا ما هر دفعه دچار مشکل میشیم، میگه من 100 صلوات نظر حضرت ام البنین میکردم و حل میشد. حتی یک چیز خاصی هم داره که میگن نمیدونم تعداد خاصی سوره یاسین بخونید و اینو ثوابش رو تقدیم کنید. حالا اصلا با اونا کاری ندارم، یه شیوه توسل مجربه به ایشونه. وقتی انبیاء الهی به اون جایگاه‌های عظیم رسیدن به خاطر تحمل بلا و اذ ابتلی ابراهیم، این کارو کردیم، اینو بهش دادیم. یعنی دچار بلا شدن، میگه این جایگاهو بهش دادیم. ببینید این بزرگواران چه جایگاهی دارن. وقتی بلایی مثل که لایم که اومه که آبا عبدالله رو اینا سالهای سال باهاش زیستن، من و شما اسم حضرت عباس میاد دیوونه میشیم. او فرزندش عباس بود. به این چیا کشیدن. فضیلت عجیب ایشون داشت که بهش میگفتن قدوة للمؤمنات الصالحات، که تو او الگوی زنان مؤمن صالح بود. یه بحثی دیگه هم دارم، اینم جالبه، خوب دل بدید و عرضمو جمع کن. چنان جایگاهی دارد حضرت عباس که برخی بحث های مطرح کردن در مورد سیادتشون، که آیا سیادت فاطمی است یا علوی، که من راجع به این صحبت کردم دیگه. در اصطلاح علمای اسلام طرف رایج، سید به افرادی در واقع اطلاق میشه که از بنی هاشمن، هاشم ابن عبدمنافن. خب این یه نوع سید، میگن سید یعنی بنی عباس هم میشن چی؟ سید دیگه. اما سیدی که ما میگیم برسه به رسول الله دیگه. خیلی از علما علویان غیر فاطمی، یعنی مثل حضرت عباس، مثل محمد حنفیه رو از نسب پدری به هاشم ابن عبدمناف میرسن، میگن خب اینا سید. برخی اصلا حتی احکام براشون گفته داشتن مثل بقیه سادات. تو اصطلاح عامه یعنی اهل سنت، فرزندان امام علی رو میگفتن علوی. فرزندانی که از طریق امام حسن و امام حسین بودن میگفتن شریف یا سید. برای اونها بیشتر استفاده میکردن. حالا میخوام این نکته بگم. پیامبر گرامی اسلامی نکته داره، میفرماد خداوند ذریه هر پیامبری را در صلب خودش قرار داد، اما ذریه مرا در صلب علی ابن ابی طالب قرار داد.
رو این حساب برخی میگن هر کسی از صلب امیرالمومنین بوده باشه انگار از صلب کیه؟ پیامبره. آره. رو این حساب از جهت شأن و احترام به منزله ذریه پیامبر محسوب میشه. و یا این نکاتی که معصوم فرموده امام صادق در مورد حضرت عباس گفته اصلا عجیب غریبه و خیلی اینو تکرار میکنه، یبن امیرالمومنین بر حضرت عباس، این فضیلت ایشون. یه شعری رو سالها پیش یه جا خوندم، خیلی قشنگ بود، حسن خطابه، عرایزم باشه. خطاب به حضرت ام البنینه: ای دلت بند امیرالمؤمنین. میخوام با دقت گوش کنید این شعر رو، واقعا خدا خیر بده شاعرش. ای دلت بند امیرالمؤمنین، رشته های چادرت حبل المتین، مادر ماهی و خورشید زمین، ای کنیز فاطمه ام البنین. مادر 4 فرزنده دیگه، 4 پسر. یک رباعی داشته دیوان تو، 4 گل روییده بر دامان تو، 4 قل خواندیم در قرآن تو، همسر شیری و خود شیر آفرین. مثل قطره آمدی دریا شدی، خاک بودی تربت اعلا شدی، تا کنیز خانه زهرا شدی، خانه ات شد قبله عرش برین. ای به روح تو سلام اهل بیت، عارفی تو بر مقام اهل بیت، بچه های تو غلام اهل بیت، ای غلام خانه ات روح الامین. تو همه تن بودی و جان شد علی، در کویر تشنه باران شد علی، تو شدی قاری و قرآن شد علی، ای مفاتیح الجنان بی قرین. آن که حکم صبر از الله داشت، پیش چشمت سردرون چاه داشت، نیمه شبها روضه ای کوتاه داشت، پیش چشمم خورد زهرا بر زمین. وقت رفتن پیش چشم زینبین، گفته ای عباس را ای نور عین، بر نمی گردی مدینه بی حسین، جان تو جان امام من همین. حال آورده بشیر از ره خبر، کاروان عشق آمد از سفر، نه ستاره مانده دیگر نه قمر، آه ای ام البنین بی بنین. با اینجا اشکار دارم. بند قلب دختر زهرا گسه است، تا کنار علقمه افتاد دست. بند قلب دختر زهرا گسه است، تا کنار علقمه افتاد دست. با عمودی فرق عباست شکست، خورد با صورت زمین آن مه جبین. تا علمدار حرم از حال رفت، یوسف زهرا سوی گودال رفت. دست دشمن جانب خلخال رفت، حمله کردند از یسار و از یمین. روز سینه زن شد و شب گریه کرد، شمر تا خندید زینب گریه کرد. نعل می رقصید و مرکب گریه کرد، ذوالجناح آمد به خیمه شرمگین. تو نبودی خیمه را آتش زدن، عشق را در کربلا آتش زدن، بچه ها را بی صدا آتش زدن، سوخت آن شب قلب خطب المرسلین. خوب شد مادر نبودی ناگهان، سرخ شد از خشم چشم آسمان، تا که در گودال آمد ساربان، خاتم آل عبا شد بینگین. خوب شد مادر نبودی سر شکست، در حرم گهواره اصغر شکست، بعد سقا حرمت معجر شکست. راهی بازار شد پرده نشین. خدا رو سوگند میدیم به حق حضرت ام البنین، ما ایشونو باب الحوائج میدونیم، در خانه ایشون بریم، ازشون میخوایم که برای ما مادری کنن، دعا کنن، مثل فرزندش که ذوب در امام معصومش بود به ما فهم امام شناسی بدن. ما هم
بتونیم خدمت بکنیم به امام زمان خودمون و ایشون به ما تاییدیه بدن انشاءالله. تعجیل الفرج قطب عالم میخوان از صاحب از زمان صلوات نت بفرمایید.